خداوند ملک الموت فرستاد که بره جگرگوشه بندی از بندگان منو برو قبض روحش بکن. ملک الموت رفت. وقتی رسید به اون بنده، این بچه دوست داشتنیش قبض روحش کرد، ازش گرفت. این بنده همینطوری که ایستاده بود دست از پا خطا نکرد، گله و شکوه نکرد. ملک الموت برگشت سوی خدا، گفت که قبضتم ولد عبدی فلان؟ گفت بله. تو خودت منو فرستادی یا رب، چطوری از من سوال میکنی؟ نه. گفت من میخوام از تو بشنوم، رفتی فرزند فلان بندی منو ازش گرفتید که براش خیلی عزیز بود؟ گفت بله یا رب، خودت منو فرستادی. گفت قبضتم ثمرة فؤاده، میوه دلشو گرفتی ازش، جگرگوشه‌شو ازش گرفتی؟ گفت یا رب خودت منو فرستادی. بله گرفتم ازش. گفت فماذا قال عبدی؟ عبد من چه گفت؟ عکس العملش چه بود؟ ملک الموت میگه که عبد تو این گفت، دیگه چیز دیگه اضافه نکرد. گفت چی گفت؟ گفت حمدک و استرجع. دو تا جمله گفت. حمدک، گفت الحمدلله یا رب، راضی به رضای تو یا رب، شکر تو یا رب. گفت دیگه چی گفت؟ گفت انا لله و انا الیه راجعون و استرجع. انا لله و انا الیه راجعون. گفت حرفی اضافه نکرد. گفت نه، فقط همین دو تا جمله، حمدک و استرجع. گفت باشه. در قلب بهشت خانه‌ای برای این بنده حامد و شاکر من درست کنید، رو سردر و تابلوش بنویسی هذا بیت الحمد، و اون خانه رو نامگذاری بکنید، تابلو بنویسی که این خانه بنده حامد منه، این خانه حمده. انسان دو تا بال داره، اگه یکی شکسته شد، شکر بر نعمتهای خدا بال شکر، صبر بر آزمایش خدا بال صبر. این دوتا هر دو شکرن. صبرم قانع شدن به رضای خدا و قدر خدا، شکرم اعتراف به نعمتهای خدا. این دوتا بال وقتی با هم بال میزنید، همیشه تعادلت حفظه، بال شکسته نباش. میگن جعفر ابن ابی طالب علمدار رسول الله در غزوه مؤته بود. گفت این علم منه، علم اسلامه، جعفر بیا تحویل بگیر. جعفر تحویل گرفت. گفت این علم به زمین نیفته که لشکر شکست میخوره، اگر پرچم افتاد مجاهدین نگاهشون به پرچم و علم داره. گفت باشه یا رسول الله. زدن بازوی جعفر رو قطع کردن، علم افتاد. جعفر یک نگاه به دست قطع شده ای که روی زمین افتاده بود و یک نگاه به دستش کرد و یک نگاه به علم رسول الله صلی الله علیه و سلم که رو زمین افتاده. گفت جعفر یک دست داشته باشه علم رسول الله رو زمین افتاده باشه. دست قطع شدهش رها کرد، علم رو گرفت بلند کرد. زدن بازوشو قطع کردن. گفت جعفر هنوز نفس بکشه، علم رسول الله رو زمین افتاده باشه. با سینه‌اش گرفت، نیزه زدن، شهیدش کردن. وقتی خبر به مدینه رسید، چون جعفر ابوالمساکین بود، بچه های فقیر و یتیم رو کوله میکرد، آب بینیشون سرازیر میشد رو لباسش. کل فقرا و مساکین اهل مدینه و اطراف مدینه همه داغدار شدن و عزادار شدن، احساس کردن که پدرشون از دست دادن. معروف بود به ابوالمساکین. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم جبرئیل بهش خبر داد که جعفر دو تا دستشو برای خدا داد، بنده شکرگزاری بود و خدا الان اون دو تا دستش که قطع شده تبدیل کرده به دو بال فرشتگی، در آسمان با جبرئیل داره پرواز میکنه. شکر و ذکر و صبر عجایب درست میکنه. تمرین شکر بکنیم.